در قصه شیخ نمر بود که چینی ها به نظام هشدار دادن که ما نمیتونیم حمایت شما از حوثی‌ها را تحمل کنیم، اونها موشک پرانی کنن و پهپاد پرانی کنن به عربستان، به آرامکو. ما اونجا 400-500 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم، شما هم طالب سرمایه گذارید. ما اصلا یک کشور ماجراجوی موشک پرتاب کنه ما نمیخوایم. آقایون رفتن بعد از 8 سال جنگ بی حاصل و ویرانگر در عربستان و یمن. خب اینا یمنی های تحریک میکردن، عربستان هم حمله میکرد و کشته شدن صدها انسان، کودک و زن و مرد. آقایون به چین گفتن چشم، متوقف میکنیم. متوقف کردن. تابلو شیخ نمر کشیدم پایین. من گفتم که ذلیل شدید و بیش از این ذلیل خواهید شد.